يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، این حدیث یعنی چه دلالت میکنه؟ گفتیم که نه اگر شواهدای چیز میواریم باشیم، نعم این چیز به یعنی قرآن به حدیث‌های آیات‌های بسیار اومدگی چه به ذم دنیا، دنیای حقارتش به، دنیای پست خورش به، و آخرت مثلا چه یعنی اهمیت دادن آخرت به حدیث‌های آیات‌های بسیار اومدگی، مثل قول سبحانه و تعالی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. یعنی سبحانه و تعالی جنس آدم‌ها به خطاب میکنه، میگه که شما حیات دنیای اثارت میدید، یعنی پیش میگذارید همه چیز به، همه وقتا دنیای پیش میگذارید، لیکن آخرت چی های؟ والآخرة خیر و ابقا، آخرت بهتر و باقی‌تر. این دنیا مثلا چی یعنی دنیای امروز فردا نیست، دنیا امروز است فردا چی نیست. یعنی رب العالمین میگه که نم تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. همین چیز یعنی شما آخرت دنیای میخواهید و رب العالمین آخرت میخواهد. برای چی شما خواست الله تعالی نمیخواهید؟ و كذلك قول سبحانه و تعالی ده قصه چنده سوره قصص ده قصه قارون، وقتی که قارون میگفت، قارون یکی از که بدگی رجال های قوم موسی علیه السلام بدگی، یعنی بوی ترین همین خیلی بوی بدگی که همین خیلی ثروت دادگی که ابن کثیر میگوید که یعنی خزینه هست که خزینه کلاس خزینه خودش، همین خزینه هاش چه کلید دارد. خزینه چی دارد؟ صندوق مثلا و دیگری مثلا کلید دارد، مفاتیح. همین کلید هاش 60 پهلوان از همه بقوتترین مردها گرفته میگشتگن، یعنی فقط حامل بردارنده کلیدهایش 60 نفر بدگی. یعنی این کلید فقط باشد، این مال ملکی که دنیا خزینه ده کی میداد؟ یعنی دیدت بویگریه چی داده کن؟ همین به یک روز چی میکند؟ یعنی فخرج علی قومه فی زینتی، یعنی تباب آرایش زینتشند قوم به برآمد، یعنی تلای نقره بویگری ده برآمد. همین اند آدما دو به تقسیم شدن. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. گفتن که یعنی آدم هایی که حیات دنیای میخواهند مباشرتا چه گفتن؟ کاش مایم مثل قارون با این چیز داده میشتیم، زیرا که وای چی است؟ وای بعد دنیا حظ نصیبی بزرگ داده شده است. فکر کردن که همین حیات، همین خوشبختی، همین سعادت، همین مثلا چی وای جنت همین است. لیکن الله تعالی دائم چه اهل علم، علماهای اهل علم از این بلا نجات میدن. گفتن که قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا صابرون. دیدید فیا چی گفتن که ویلکم، اهل علم گفتن که وای حال شما ها، وای حال شما ها، ثواب رب العالمین خیر، ثواب الله تعالی نزد رب العالمین خیر است. برای کی؟ برای همینه که الله به ایمان آورد و عمل صالح کرد. لیکن این چیزا فقط صابرها میفهمند، فقط صابرها صبر کنند. آخرنده چی شد؟ نتیجه قول اهل علم شد. یعنی قارون با تمام مال ملکش زمین چی کرد؟ یعنی دام کشید، درنش بگرفت. قارون بود نبود شد، صحیفه های تاریخ برافت. عبرت برای چی شد؟ همین دنیا پرست از آخرت روی گردنگان به چی شد؟ عبرت شد. لیکن کی عبرت میگرد؟ کی عبرت میگرد؟ کی به عبرت میشد؟ قارون کی به عبرت میشد؟ عقلا بگوید، عاقل به، اما سفیه نه. سفیه به هیچ به عاقل شد، حتی به جشنش بیند که اول منم همین خشام سونم هم بفهمم. دیروز گفتیم که نه، دیروز گفتیم که اون قوله رسول حدیث ترمذی ده اومدگی آدم عاقل دیگرش دیده عبرت میگیره، میگه سبحان الله، نگر همین قدر مال ملکش کتی چی شد؟ یعنی از این چیز باید که روی گردونی، یعنی الله برو بیاری. این آدم عاقل.
lekin safih chi beaql befahm میگه اول منم صبر کنید منم با این شوم سنی میفهمم او کجا میفهمی سنی خلاص برافتی کجا برافتی چه میفهمی سنی علم این چیز یعنی قول الله تعالی میگه که و تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد والعاقبه للمتقين علم این دار آخرت ما که بمیتیم همون هایی که روی زمین به علو نمیخواهند معنای علو یعنی چی یعنی هیچ وقت یعنی چی یعنی عالی شدنی نمیخواهند که وای ها چی وای های آدم ها حرمت کند یا که احترام کند نه میخواهند که چی باشن یعنی بهترین مؤمن بنده رسول صلی الله علیه و چی میگفت التقی النقی الخفی بهترین بنده نمی تقی النقی تقی معناش تقوادار نقی تازه و الخفی دویم پاستنده نمی نماید دویم چینده یعنی نمی نماید اگر در بزند درک شده نمیشد یکت اومده شفاعت کند تو خودت کی شفاعت کنی جمعه یعنی نکاح طلب کند نمی کنند یعنی برای همین یعنی آدم چی میکند فقط مثلا همین چیز تو آخرت برای همین ها ولا فساد کاری نمیخواهند علم مثلا چی انسان یعنی اگر مثلا چی اگر همت کردنی باشد همت چی بکند همون چیزی که نزد رب العالمین انده های اما این دنیا مثلا چی وای فانی امروز هست فردا نیستی چون میکنه این چیزا پیش شده یعنی یعنی همین به انسان دای محبت الله سبحانه و تعالی به حرکت میکند محبت چی به رب العالمین به میکند یعنی همین چیز یعنی اما نزد دنیا آدمون چی شدن همین به وقتی که ثوبان رضی الله تعالی عنه همین حدیث عمر ابن عبدالعزیز به گفت یعنی گفت یعنی همین خیلی بنده ها هست که الله سبحانه و تعالی انده وای چی یعنی نزد آدم‌ها به نمی نمایند وای چی نمی نمایند این نکح احدهم لم ينكح و این استأذن لم يؤذن له و این شفع لم يشفع له لكن عند الله لو اقسم الله لبره لابره یعنی میخواد بنده ها هست که نزد الله سبحانه و تعالی انده اگر نکاح طلب کنه و آدم‌ها چی میگرند یعنی باز پیش یکت به دخترت تی گفته روی چی میگه یعنی چی میگفت کیف نمیگفت کم میگفت کم میگفت یعنی یعنی فهمیدید چی داری میگفت یعنی چی قدر میگفت تو کی نمیگفت میگفت که چی قدر داری یعنی ما فی کم که گفتید میگفت که اگر مثلا چی استئذان پرسد وای به اذن نمیدید یک کس به شفاعت کنه شفاعت هیچ کس قبول نمیکنه لیکن نزد الله تعالی اگر قسم خورد الله قسمش اجرا میکنه عمر ابن عبدالعزیز چی گریست گفت که لباساشون دریدگی افلاس نمیخواد لباس عمر گیست گفت که سبحان الله ثوبان چی میگویی گفت ثوبان ما گفت لباس چی دریدگی نپوشیدیم یعنی نکاح طلب کنیم همه دختری جاد نو طلبیده دختراشون میبیارن محبه حال اذن طلب نکردم محبه هم مجا چی درک شده که خلیفه امیرالمؤمنین یعنی وای کی پیش وینده کی درشو پوشتن میتاد یعنی کی وای درشو پوشتن میتاد اگر شفاعت یعنی شفاعت شب برای چی میکنن یعنی شفاعت نه امر یعنی ته متی خلاص گریست رضی الله رحمت الله علیه یعنی رحمت الله علیه گریست همین بیان معناش چی بده این حدیث معناش انسان چی میکند فقط نزد رب العالمین و اما دنیای حقارتش به همین حدیث صحیح مسلم انده اومده که حدیث جابر رضی الله تعالی و ارضاه میگوید که جابر رضی الله تعالی عنه میگه صحیح مسلم انده ان النبي صلی الله علیه و آله و سلم مر بالسوق والناس كنفيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه فقال أيكم يريد أن له بدرهم قالوا يا رسول الله لا نريد أنه لنا بشيء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أنه أن هذا له قال يا رسول الله والله لو كان حيا ما نريد بشيء لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وآله وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم من العالية بتوازار عالية عند رسول صلى الله عليه وسلم الطرف عالية
طرفی عالیه میندید میگه جا ها حاضر او چی باز طرف جنوب عالیه ملک شده گیان حدیقه ملک فهد نزدیکان دنی عالیه ملک انا میگه جنوب طرفی عالیه بلندی مدینه فهمیدید این طرفی جنوب عالیه میگن رسول صلی الله علیه و آله طرف اومده استاد بود مدینه به چون چه میدارد بازار به میدارد آدما دو طرفش به جمع میشن رسول صلی الله علیه و آله همه بتیان سوال جواب کدا و رسول صلی الله علیه و آله وقتا میبیند که چیوا یک جدی یک گوسفند بچه گوسفند یا که بوز کودکش بچهش ها نو تولد شدگی مرده ها نو تولد شدگی مایده مرده اسک یعنی یک تا گوشش نیست بیگوش یعنی سه علت شه بیگوش مایده سنو مرده و حتی برچه حتی پوستش فایده نمیگیره رسول صلی الله علیه و آله نزدش رفت تناوله نگشت سون چی کرد یعنی ها از گوشش گرفت از یک تا گوشش های که برداشت میگه این چیز سبکش به دلال میکنه یک تا گوشش چی میکنه تام تو بیمال میبردارد علیه السلام برداشت صحابه ها بگفت که کی همین یک درهم به میخرد یک درهم یعنی 3 ریال 2 ریال به کی میخرد همینه که چه میکنیم باید چه میکنیم باید 2 ریال 3 ریال بخریدن گفت که رسول صلی الله علیه و آله توی کی همینه میخواهد گرد کی میخواهد به پول بگیره همینه گفتن که یا رسول الله اگر همین زنده میبود ما نمیگرفتیم زنده نمیگیریم اینه برای که اینا اشکاف نمیخردیم دیفکت شای الا گوشش نیست رسول صلی الله علیه و آله دیدید گفت چه خیلی که همین چیز شما دور شده همین چیز حقیر بی نرخ بی قیمت می نماید الان خیلی دنیا نزد الله تعالی از همین هم قیمتش چی نرخش پستر الان اینقدر با هم نمی ارزد این دنیای ملعون ها این دنیا هم به هم نمی ارزد نزد الله تعالی نگرید اعوذ بالله امروز یعنی ها دنیا گفته عبادت ترک میکرد دنیا گفته نماز دنیا گفته طلب علم ترک میکند حالا که یعنی چیوا یعنی وانوش چیوا یک پیسه یک به بارچه مرده داویده گشت است یعنی سبحان الله هم به حدیث دنیای مفتم که یعنی چیه حدیث مستورد الفهری القرشی رضی الله عنه مسلمان ده اومده گنده رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که کمثل الدنیا یعنی میگوید الدنیا میگوید مثل الدنیا فی الاخره کما یجعل احدکم اصبعه فی الیم ثم یخرجه ما بماذا یرجع یعنی دنیا نزد آخرت همین خیلی چیزی که بحر با دستت نه یک انگشتت هم تو انداز ها انداز گیر از همین بحر چی گرفته میتونی چقدر آب بحر تو گرفتی خودت به چقدر بحر تمام شد آبش فهمده علم بحر آخرت تو علم دستانگ چیز دنیا علم یک قطره علم دنیای وقتش علم چیز نزد آخرت انده آدم عاقل میشد آدم چی میشد یعنی یک کس میبیاد میگوید که میگوید که من همین چیز با آب محتاجم میگوید که خیر چی میگیری تو هم بحر میگیری یا که یک قطره از دستت من انگشتت که آب میگیری لا شک میگوید که بحر میگیرم میگوید لیکن غالب خلق چی عقل ندارد یعنی بی عقل بی فهم بی عقل چی بی فهم هم به جامع ترمذی ده اومده حدیث سهل بن سعد الساعدی همین حدیث صحابی من حدیث رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الله كافرا منها شربة ماء اگر همین دنیا نزد الله سبحانه و تعالی به یک مثلا چی یک ما پاشه هم نه قنات پاشه بر این وضع می داشت الله تعالی کفر باب نمیداد یعنی معناش حتی قنات پاشه بر این چی وضع ندارد این دنیای ملعون چی قنات پاشه بر این چی وضع ندارد یعنی هم بیان انسان چی میکند یعنی این دنیای مثلا پیش نمیشه دائم چیه باید که چیز آخرت هم میشنده شود همین در حدیث مسند امام احمد اند اومده حدیث زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که من کان همه الاخره جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه فرق الله
شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم تؤت من الدنيا الا ما كتب له. اگر انسان هم غمش آخرت باشد، الله سبحانه و تعالی تمام خاطرهاش چه میکند؟ جمع میکند. و بویگری چه میکند؟ دلش و جای میکند. و دنیا میبیاید، یعنی دنیا مجبور شده میبیاید نزد تو. نمیخواهی لیکن دنیا نزد تو به خودش میبیاد. تو نمیخواهی دنیا خود درات به درآمده میبیاد. لیکن اگر اعوذ بالله پی دنیا شود آدم، دنیا اگر خواهد، الله تعالی چی میکند؟ فرق الله شم، تمام خاطرهاش چی میکند؟ پراکنده میکند. و جعل الفقر، و کم بغلی میون پیشونش بنویسته میموند. یعنی گیجان نرود چی چشمش میافتد؟ گیجان نرود چی به چشمش میافتد؟ کم بغلی به شب روز میترسد من کم بغل نشوم، گریزگی نمورم. یعنی دنیا به بنده شدگی. لیکن با وجود همین چیکار میکند؟ از دنیا نمیگرد الا چیزی که وای بچی نوشته شده باشد. چیزی که وای بچی نوشته شده باشد. اول چیزی زاید گرفته نمیتواند. از دنیا چیز جایز زاید گرفته نمیتواند. یعنی همین به حدیث کذالک مسند احمد اند اومدگی، حدیث ابو هریره، حدیث قدسی، الله سبحانه و تعالی دنیا به امر میکنه، میگه که یا دنیا، میگه بندش به میگه که یا عبدی تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، امر میکنه تفرغ لعبادتی، املأ قلبك غنا واسد فقرك وان لم تفعل املأ يدك شغله ولم اسد فقرك. بنده به این حدیث قدسی الله تعالی خطاب میکنه، میگه که بنده میگه عبادت من به تو خالی شو، فقط من به عبادت کن. دنیا از دنیا روی گردون، اپای دنیا نشو، اپای دنیا نشو. همین حالتند چی میکنم من؟ جواب به چی میتیم؟ یعنی املا قلبک غنا، دلت پور بوی میگری میکنم، دلت پور بویگری میکنم. و اسد فقرک، کم بغلیت حاجتات میبرورم. یگون کس به چی محتاج نمیشی. و اگر همین کار نکنی، چی میکنم؟ دستت پور شغل میکنم، کار به دستت پور میکنم. ولم اسد فقرک، فقرت نمیبندم، خودت نمیمونم بینتون. سبحان الله. نگرید یک آدمی که به عبادت مشغول، از الله سبحانه و تعالی میترسد، به طلب علم مشغول، مثلا نه ببینید یعنی یک برده نون دارد مثلا، خلاص یعنی نگرید خوشبختی انسان به نه، یعنی دنیا نمیدوند چی شیساس، یعنی دنیا چی شیساس، وای کریزیس شد وای فرومد بارومد مثلا، فقط سوال شود امنا میفهمد که وای کدومش بارومدی تو کدومش فرومده است، وای روپیش بارومده است، روبلش فرومده است، اینش بارومده است، اینش فرومده است. الحمدلله عافیت هنده. لیکن وای بینید حیاتش مثلا نه دونم روبل روپی دلارنده گذشت، تمام شده. اعوذ بالله. علم قول نبی صلی الله علیه و سلم که فرق الله شملش با چی میشه؟ خاطرش دائم چی؟ پریشان، دائم چینده یعنی ترس، دائم وهم، دائم چینده یعنی پریشان حالنده این آدم. یعنی همین به انسان عاقل میشد. یعنی انسان چی میشد؟ یعنی عاقل میشد. دائم چی اختیار میکنه؟ خودش به خیر اختیار کن خودت. برای چی این دنیای رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت که الدنیا ملعونه و ما فيها الا ذکر الله و ما والا و عالما او متعلما. دنیا ملعون میگوید علیه الصلاه و السلام. دنیا الله تعالی لعنت کرد. این دنیا، یعنی دنیایی که پیش آدم میدود و میکشد و میزند و همین چی میکند، این دنیای ملعون گفت علیه الصلاه و السلام. الا سه چیز. چی؟ ذکر الله تعالی، یا که عالم یا که متعلم شو. از لعنت برای یا که عالم شو یا که متعلم شو، یعنی یا عالم شو یا طالب علم شو. الان در لعنت میبرای. سیمش و موالا یعنی چی؟ وای برادری در راه الله سبحانه و تعالی. الان میگه الا این دنیای مثلا چی یگون چیز خیر ندارد. این دنیا این دنیا هیچ چیزی خودش به چی؟ خودش به یک خیر ندارد. همین به حدیث قول الله سبحانه و تعالی اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. معنی اثقالها چی؟ معنی اثقالها امام مسلم رحمه الله صحیحشان میگوید که روز قیامت شود الارض تلقی افلاذ کبدها نم کمثل الاسطوانه. یعنی روز قیامت که نزدیک شد
زمین چی میکند؟ یعنی افلاس تلیده، یعنی قطعه کبید، یعنی یک از همه آدم به چیزی قیمتتر نازکتر چی میشه؟ جگر میشه. نمیخواد یک آدم نقبیده جگر هم میگه و الان میخواد زمین جگرش چی میکند؟ یعنی میپرتوید، مثل استوانه مثل الساریه و العمود، یعنی چیه دیگه استونوی حرمه. الان میخواد چه تلای نقره هاش میپرتود، الماس و جواهر مثلا تلای نقره هاش بالای زمین به میپرتوید، یعنی تونه و یک استونه مثلا چقدر چند تونه میشه، یعنی تونه میپرتوید تلاهاش. گیر وظیفه یک مثلا چه یک گرمش چی میکنه؟ نه ایناش نشه کشت. سون چی میگه؟ قاتل میگذرد یک قاتل، یعنی یکی کشته بود که آدم کش، میگه که سبحان الله، میگه فی مثل هذا قتلت، برای همیشه من کشتم. دوز میگذرد دستش بریدگی به دست، میگه فی مثل هذا قطع، فی مثل هذا قطع، یعنی برای همین دستی من بریدم. هم تلوی میدوزم گفت دست با 70 داشته بریدن. سیمش قاطع رحم، میگه که فی مثل هذا قطعت رحمه، یعنی برای همین شده من صله رحم ما خویشاوندم که جدا شدم. ثم یترکو یدعونه و یمرون، یعنی میپرتون همه چه میگه جو میگرده یکون. عالم دنیای پیش از توی پرتوفتنش توی پرتو دنیای دنیا لابد که توی میپرتوید، اگر تو نپرتوی و توی میپرتوید. برای همین عقل شوی دنیای چی کنی؟ یعنی پرتو. این حدیث یعنی معنای چه میته؟ زهد دنیا بودم، یعنی از پی دنیا نمیشه این دنیا داد، باید که چی شود؟ یعنی حق الله سبحانه و تعالی جواب بیارد. والحمد لله رب العالمین.